درود و صد درود. الهام شیروانی شاهینایتی هستم و در مورد گفتگو نویسی در خدمتتونم. مارکز و گفتگو. دوستان، مارکز که میدونید دیگه، با شاهکار 100 سال تنهایی، عشق در سالهای وفا، پاییز پدر سالار، یکی که قشنگتر، ولی واقعا 100 سال تنهایی بی‌نظیر شاهکاره. من 7 بار این کتاب خوندم، حفظم، مثلا قسمت‌های واقعا عاشقانه این کتابو دوست دارم. مارکز، ببینید دوستان، هر انسانی واژه‌های مخصوص به خودشو داره، لحن مخصوص به خودشو داره. هیچ کس مثل دیگری صحبت نمی‌کنه و شغل ما، محیط زندگی ما، جهانبینی ما، میزان مطالعه ما در گفتگوی ما بسیار مؤثره. خب یعنی چی؟ یعنی شما ببینید لحن یک در واقع لحن یک انسانی که در واقع پزشک هست. الان این که میگم نه که بخوام مثلا به شخصی توهین کنم، به شغلی توهین کنم، نه، داریم در مورد لحن در داستان و فیلمنامه صحبت میکنیم. ببینید دوستان، لحن یک پزشک با یک فرد کارگر، با یک سپور عزیز، یا در واقع با یک استاد دانشگاه متفاوته. مثلا شما دیدین سوار ماشین میشین، مردم از دردها و رنجهاشون گفتگو میکنن. من بارها شنیدم راننده ها میگن مواظب باش پشت چراغ قرمز زندگی نمونی، مواظب باش تو سراشیبی زندگی نیفتی. چرا؟ چون شغل اون آدم رانندگیه. اون راننده پشت چراغ قرمز میمونه، اون راننده سربالای سرپایینی و سراشیبیای زیادی رو میره. پس وقتی میخواد بگه که مواظب باش اتفاق بدی برات نیفته، میگه مواظب باش پشت چراغ قرمز نمونی، مواظب باش توی سراشیبی زندگی نیفتی. خب چون شغلشه. به یه پزشک وقتی که مثلا داره صحبت میکنه در مورد مثلا موضوعی که خیلی متعجب شده، میاد و میگه که رفتم دیدم اینقدر قشنگ بود، رفتم تو کما. چون شغل اون در واقع با کما و اکسیژن و این مسائل سر و کار داره، پس این رو میبینه. یک استاد دانشگاه وقتی شما میبینید براتون شعر میخونه، حالا به مقتضای شغل خودش و مسائل این چنینی. خب پس ببینید لحن انسان ها برمیگرده به محیط زندگی. یک محیط هایی هستش که مردم یک سری لحن خاصی دارن، لومپن هستن، یک سری رفتارهای خاصی دارن. یه جا هست اصلا مردمش خیلی شسته رفته، چهره ها خیلی اتو کشیده، صاف، و یه جا وارد یه قسمتی از شهر میشی و میبینی مردم شونه ها خمیده، دندون ها افتاده، فک ها اینطوری رفته تو. و در واقع این محیط در دیالوگ های ما، گفتگوهای ما تأثیر بسیار زیادی داره. مارکز میگه من وقتی که 100 سال تنهایی رو نوشتم، چون اونا که میدونید در واقع ایمیل هاشون در اختیار مردم هست، مخاطبان هست، و در واقع مخاطبان زنگ میزنن و یا زنگ بهشون میزنن یا ایمیل میزنن و احساساتشون رو در مورد کتاب میگن. مارکز میگه که 100 سال تنهایی که تمام شد به من میگفتن که این فرد مثل مادر من حرف میزنه، این آدم منم، این آدم پدر منه، این آدم مادر منه. این دیالوگ ها، این فضاسازی از کجا اومده و در واقع اینها از کجا اومده دوستان؟ ما باید اینها رو کشف کنیم در شخصیت ها. چگونه این کار رو کنیم؟ مطالعه، نوشتن فراوان و یک دفترچه‌ای داشته باشید دوستان. بعدها میگین خدا پدرتو بیامرزه. دفترچه بردارید، توی دفتر شخصیت‌های انسان‌ها رو بر اساس آنچه که در مورد شخصیت پردازی یاد دادم درش بنویسید. در یک دفتر هم گفتگوهای انسان‌ها رو بنویسید. اصطلاحات خاصی، مثلا یکی دیدی میگه یا ابوالفضل، اصطلاحشه. من وقتی حرف میزنم مثلا هی میگم خب، این اصطلاح خاص منه. یه کسی وقتی حرف میزنه، وقتی داره حرف میزنه با توهین و تحقیر دیگران صحبت میکنه. اصلا دیالوگی از دهنش بیرون نمیاد که موج مثبت باشه، دیالوگی بیرون نمیاد که حرف خوبی باشه و دیگران از حرف زدن باهاش احساس ناراحتی و موج منفی و غم بهشون دست میده.
ولی یکی از وقتی باهاش حرف میزنی موج مثبت میگیری، انرژی میگیری، دلت میخواد فردا بشه بری ببینیش. اینها دیگه حالا به همون جهانبینی، شخصیت، انرژی های مثبت، کاریزما و مسائل اینچنینی ربط داره. و اینکه اگر شما یک راننده تاکسی دیدی که مثل یک پزشک صحبت میکنه، بعد دلیلش رو بنویسی. شاید اون راننده تاکسی یک پزشکی بوده که سر یک اشتباه پزشکی پروانش باطل شده، جایی بهش کار نداره، مثلا اومده راننده تاکسی شده، مثلا میگم خدمتتون، یا مسائل این شکلی. خب پس یادتون باشه که یک دفترچه بردارید و گفتگوهای اطرافیانتون رو بنویسید. ببینید و روانشناسی بلد باشید. ببینید که اطرافیان شما در حرفاشون چقدر متلک میگن و بعضی ها نه، هیچ متلکی نمیگن که به شما انرژی مثبت میدن. بعضی ها هستن که در واقع در حرفهاشون نصیحت های خیلی خوبی میکنن و حالا صحبت هایی که میکنیم وسط حرف هم دیگه چقدر میپریم. اصلا یکی کافی یه جمله بگه تو مهمونی، هیچ کس نمیذاره این آدم جملهش تموم شه. دقت کنید همه با قول معروف لنگ کفش ابریشمی میپرن وسط در واقع صحبت هم دیگه. پس در واقع گفتگویی که ما به قول مارکز می‌نویسیم باید لحن‌ها متفاوت باشه و هر کس به شخصیت خودش بخوره. اگر نمیخوره دلیلش رو حتما بیان کنیم. در فایل بعدی 4 موردی که دیالوگ رو خراب میکنه بررسی میکنیم. خدا نگهدار.